میخوام روش اندازه‌گیری گربه‌ها رو بهتون نشون بدم. بزن بریم این پست ببین. من لیزر رو آماده کردم. از بغل این دیواره تا خط لیزری که داریم 121.5 1 سانتونیم. به خاطر چی جا گذاشتیم؟ که این بعدی بره داخل. اوکی؟ خود اسلبه 120. شکلشو میکشیم اینجوری. یه دونه ببین بزرگ داریم، یه دونه کوچیک داریم، یه دونه کوچیک، دو تا هم هلو خوشکن داریم دیگه. یک، اینم دو. خب الان 15 بزن. 15 در 12.5. اینجا نیستم؟ آره همون پشت سر هم میتونی بنویسی. چو میگیریم میشه 61.5. بنویس 61.5. 61.5. خب عادی بگیر تو عکس اون لوله. گرفتیش؟ آره عکس لوله است. ببین 112. 112. خب حالا پایینی میشه 8، چهارمی میشه 8. اینم قاعدتا باید 8 باشه، ولی لوله کشا یه خورده چون لیزر نمیندازن. تا ببینم حالا این چند در میاد. آره دیدی این مثلا 6.5 در اومد. 6.3 میلی. آره ولی اینا باید تو یه خط باشه. الان اینا 6 بزنن، 6 چند بزنن؟ 6.5 بزن. همین الان این لوله کش که اینو کار کرده 1 سانتونیم اشتباه کرده اینجا. درست؟ اینو باید انتقال بدیم به سابکار. ولی سابکار به ما حالا اینجا که گفته بزن، هر جوری که بود بزن. که اندازه ها رو زدی دیدی یه خورده اختلاف داره، حتما اینو باید به کارفرما انتقال بدی. بهش بگی که این مشکلات داره. اگه گفت بزن مثل اینجا که میزنی. اگر هم گفت نه باید دست نگه داری، خود دست نگه داری، لوله کش میاد کارش انجام میده.